إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، اهل ایمان، اهل فهم و درک، اهل آداب و اخلاق و فرهنگ، اهل سنت و الجماعه، الله سبحانه و تعالی به هر یک شما برکه بدهد و شما را رحمت بکند و فهم صحیح و درست دین را به هر یک ما و شما نصیب بکند. خیلی هم کشمکش است و این کشمکش، اختلاف، زد و خورد در موضوع آیا مذهب یک امر شرعی هست؟ آیا پیروی نمودن از مذهب یک واجبات فرض دینی هست؟ آیا کسی که در دیگر مذهب باشد یا که مذهب نداشته باشد، آیا این گمراه هست و مسلمان نیست؟ آیا تعصب کردن در مذهب جایز است؟ وقتی سخن امام مذهب به قرآن و سنت و صحابگان مخالفت می کند، سخنی که گرفته می شود؟ و همچنین سوالات موضوعهای گوناگونی را به وجود می آورد و در بالای این موضوع 100 ساله هاست اختلافات، مناظرات، مناظره ها، کشمکش ها و بحث ها وجود دارد و این صحبت امروزه هم نیست، دیروزه هم نیست و تا روزی که اهل بدعت هستند این صحبت هم هست. الله سبحانه و تعالی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرستاد، دعوت پیامبر را معین و مشخص کرد که به سوی توحید است و به سوی دین قیم است. یعنی دین اسلام اصلش هم معلوم است و فرعش هم معلوم است. دین اسلام دین است که خیلی هم واضح است، معلوم است، مشهور است و این چنین الله سبحانه و تعالی همین دین را پیش از وفات کردن رسول الله کامل کرد. الله سبحانه و تعالی به رسول الله گفت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. انا همین روز دین شما برای شما کامل شد. یعنی دین اسلام انا همین روز هم از جانب عقیده، هم از جانب سیاست، هم از جانب احکام، از هر جانب کامل شد. از جانب خواه آداب و اخلاق باشد، از جانب اعتقادی قلبی یا عملی ظاهری و یا قولی یا سیاسی، از همه جانب دین برای شما ای مسلمان ها کامل شد و حاجت برای دیگر اضافه کردن برای دین باقی نموند. این سخن را الله سبحانه، این آیت را الله سبحانه و تعالی، این کلامش را، این سخنش را به رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عرفه، در روز حج که پیامبر در حج بودند، در روز عرفه و در روز عید، در روز عرفه و در روز جمعه، روز عرفه به روز جمعه جمع شده بود، در همونجا نازل میکند در حجة الوداع. از این آیت ما مسلمان ها باید فهمیم که دین ما کامل هست، نیاز به چیزهای نو ندارد. دین ما پره است، کامل است از همه جانب. دیگر به بافتن و ساختن و یگان چیز را فرض کردن و واجب کردن از پیش خود نیاز ندارد. هر آن چیزی که فرض بود و واجب بود و
سنت بود و مستحب بود و مندوب بود و مکروه بود و حرام بود و احکام بود، همه احکام رو الله سبحانه و تعالی به رسول الله وحی کرد و رسول الله به یگان کم و کاست به من و شما رسانیدند. و هر کسی بگوید که بعد از وفات رسول الله به این دین چیزی رو داخل کردن درست است، این بدعت حسنه است یا این واجب است یا فرض است و غیره، این دعوا کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دین خیانت کردن. این همین چنین دعوا داره. چخیلی که امام شافعی میگه من ابتدع بدعة يراها حسنه فقد زعم ان محمد صلی الله علیه و سلم خان الرساله. هر کسی که یک بدعت ناباوری رو در دین به وجود بیاورد در دین و بگوید که همین بدعت حسنه است، یعنی چیزی بدعت است، یعنی چیزی ناباورده که خوب است، بگوید ناباورده خوب در دین است، بگوید به تحقیق دعوا نموده است که محمد صلی الله علیه و سلم در رسانیدن دین و رسالت الله فرستاده خیانت کردند. اعوذ بالله. این سخن امام المالکی است. یعنی اهل بدعت خیلی در حالت خطر، در حالت خطر عظیم قرار دارند. پس این یک مقدمه بود که از همین مقدمه شما میفهمید که دین ما کامل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و شما فهمانیدند که ما چگونه تا روز قیامت دینداری بکنیم. الله در قرآن آشکار واضح گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. الله را اطاعت کنید، رسول الله را اطاعت بکنید. هر کسی که الله و رسول الله را اطاعت میکند به تحقیق این انسان برد کرده است و برد کردنی خیلی بزرگی. الله در قرآن به ما بیان کرد که ما باید پیروی از کی بکنیم و ایمان ما مثل ایمان کی باشد. الله در قرآن ذکر کرد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان بیاورند به مانندی که شما ای صحابه ایمان آوردید هدایت می‌یابند. یعنی همان وقتی که ایمانی بعد از صحابه آمده مسلمان ها به مانند ایمان صحابگان شد، اعتقادشون به مانند اعتقاد صحابگان و عملشون مانند عمل اونها شد، در همون وقت این مسلمان ها درست هستند، صحیح هستند، دینشون قبول است، در حقیقت در راه صحیح و درست هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به ما بیان کردند که ترکت فیکم امرین این تمسکتم بهما لن تضلوا بعد این تمسکتم بهما. من بعد از خودم دو چیزی را برای شما گذاشتم که اگر به این دو چیز چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. کتاب الله، این دو چیز یکمینش کتاب الله است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. دو چیز قرآن و سنت است. در این حدیث میخواهی که در راه راست باشی، میخواهی که هدایت یافته باشی، میخواهی که دین حق باشد، مرحمت قرآن و سنت. و در حدیث دیگر گفتن که تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین و عضوا علیها بالنواجذ. چنگ بزنید به سنت من و به سنت خلفای راشدین من، به همون صحابه های کبار بزرگ علما، و به دندانهایتون این سنت رسول الله و سنت صحابگان را سخت بگزید، بگیرید. این کنایه هست که یعنی سخت به سنت چنگ بزنید، سخت به سنت صحابگان، به روش اونها چنگ بزنید، اما از بدعات، از خرافات، از چیزهای نو پیدا شده دور بشوید. و ایاکم المحدثات الامور، گفتم خودداری کنید، برای شما حرام است از چیزهای نو پیدا شده پیروی کردن. فإن كل محدثة بدعة، زیرا که هر یک چیزی نو پیدا شده در دین بدعت است و همه بدعت ضلالت و همه ضلالت عاقبتش جهنم است. در حدیثی که علما میگن نصف دین است که مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت کردند، در روایت امام مسلم است که من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هر کسی که عمل کند که همین عمل در موافق عمل ما نیست رد است. هر کسی که کار اعتقاد عمل رو بکند که موافق عمل رسول الله نیست، موافق عمل صحابگان نیست، رد است. بله، پیامبر گفتند
بهترین قرن من است و بعد از این بهترین قرن بعد از من اومده و بعد از اونها اومده. یعنی بهترین زمان رسول الله هست که اینها صحابگان هستند، پیامبر و صحابگان، و بعد از این تابعین و بعد از این تبع تابعین. این یک مقدمه بود که منهج را به شما بیان میکند، منهج را از قرآن و از سنت بیان میکند، منهج را رب تو، خالق تو، معبود تو الله رب العزت و الجلال در قرآن بیان کرده است. ده ها آیت دیگر است لیکن وقت تنگ است. در همین مسئله منهج را برای بیان کردن و این چنین این حدیث بود که این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است و این بیانی منهج است که امت رسول الله بعد از وفات رسول الله چگونه باید زندگی بکنند. در صدر اسلام در عهد رسول الله خیر القرون، سالهای طلایی، قرن ذهبی، قرن طلایی، اسلامی حقیقی که الله نازل کرده بود 100% تطبیق شد. پیامبر تطبیق کردند، شاگردان پیامبر صحابگان رضی الله عنهم تطبیق کردند. الله از اونها راضی شد. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الله صحابگان راضی شد. برای چی؟ برای که اونها به همون قرآن و به همون سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند، 100% عمل کردند. خیلی که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه آیت نازل نمیشد مگر اینکه میفهمیدیم معنایش رو، حفظ میکردیم و عمل میکردیم. از این جد الله از اونها راضی شد. و در زمان صحابگان رضی الله عنهم مذهب وجود نداشت. انمین است منهج. این آیت دلالت میکند که نجات در پیروی از قرآن و سنت با فهم سلف این امت است. در یگان جای قرآن مذهب نآمده است، در یگان جای سنت مذهب نآمده است. در یگان جای قرآن و سنت بجز صحابگان که پیامبر آشکار و واضح گفتند دیگر اتباع از کسی نآمده است، بلکه بهترین قرن صحابگان بعد از این تابعین تبع تابعین آمده است. معنای سخن امین است که سخن تبع تابعین و سخن تابعین وقتی که موافق صحابگان است قبول است، وقتی که مخالف به فهم صحابگان است مردود است، رد می شود. این منهج است. مذهب در قرن اول در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و صحابگان وجود نداشت. همه صحابگان یگون مذهبی نبود. مذهب بعد از وفات پیامبر مذهب ابوبکر، مذهب عمر، مذهب عثمان و علی و مذهب عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس و دیگر مذهب ها وجود نداشت. ساخته هم برای چی ساخته نشد؟ برای که صحابگان میدانستند که این عمل درست نیست که همه مسلمان ها را از پیامبر بگیرید و به عقب یک نفر دیگر پیرو شدن رو فرض یا واجب یا ضرور بدونید. این عمل رو میدانستند صحابگان که مخالف قرآن و سنت است. بعد از این صحابگان وفات کردند. آخرینشون در 110 هجری ابو طفیل میگن رضی الله عنه وفات کردند. تابعین آمدند، حسن بصری و غیر از تابعین. مذهب وجود نداشت. در زمان تابعین هم مذهب وجود نداشت. یگان نفری از اونها مذهب نساختند و انا همین منهج قرآن و سنت آشکار واضح بود که پیروی از قرآن، پیروی از سنت با فهم صحابگان رضی الله عنهم. بعد از تابعین تبع تابعین آمدند. در بالای ابو حنیفه رحمه الله نعمان ابن ثابت الكوفی رحمه الله اختلاف است که تابعین بود یا تبع تابعین. قول صحیح همین است که تبع تابعین. ابو حنیفه رحمه الله آیا صحابه را دیدن یا ندیدن؟ قول صحیح راجح درست همین است که ندیدند، صحابه را ندیدند. تبع تابعین احمد بن حنبل، مالک، الشافعی، محمد بن الشافعی، مالک بن انس، احمد بن حنبل رحمهم الله، 4 امام اینها تبع تابعین بودند. در زمان این علما هم مذهب بنامی مذهب ابو حنیفه، مذهب مالک، شافعی، بگویم احمد بن حنبل، حنبلی وجود نداشت. یگان نفر از این 4 علما امام های اهل سنت
نگفتند که پیروی از من بکنید، نماز رو مثل من خونید، وضو رو مثل من بکنید، سخن من حق است، 100% پیروی از من بکنید، به شما واجب است که از من پیروی بکنید، از غیر من پیروی کردن درست نیست. این سخنها رو یگان نفر از این 4 امام نگفتند، زیرا که میدانستند که این چنین سخنهای باطل است، این چنین سخنها مخالفت به قرآن و به سنت و به منهج قرآن و سنتی که پیامبر گذاشتند، به منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم و به فهم صحابگان تابعین است. این یک ناباوری خیلی خطرناک است، اینو میدونستند. در زمان ابو حنیفه مذهب وجود نداشت. ابو حنیفه حتی کتاب به دست خودشان نوشته ثابت نیست. فقه اکبر یا فقه اوسطی که است، سندش را علمای محققین ضعیف میگن. اگر صحیح بگویدم کتابشون در اونجا هیچ چیز بجز اثبات اعتقاد اهل سنت نیست. اما معنی دادی که اهل بدعت میکنن این غلط است. معنی داد به این طرف اون طرف میکشن. چگونه که قرآن را معنی دادی غلط میکنن، احادیث رسول الله را اهل بدعت معنی دادی غلط میکنن، فقه اکبر را هم ماتریدی و غیره معنی دادی غلط کردن و از خودشون این طرف اون طرف میکشن. بالاخره نقطه دوم این است که با وجود نبودن مذهب در زمان ابو حنیفه، مالک، شافعی، حنبل، امام احمد بن حنبل رحمهم الله، در همون وقت فقط عالم 4 نفر، همین عالم بس، دیگر عالم نیست، گفتن ناممکن بود. زیرا غیر از ابو حنیفه، غیر از مالک و شافعی و احمد بن حنبل، صدها دیگر علمای بزرگ در امت اسلام بودند. حتی در اولین وقت‌های به وجود آمدن مذهب، بعضی از علما 11 مذهب را نقل میکنند. مذهب اوزاعی را، مذهب سفیان ثوری را، مذهب عبدالله ابن مبارک را، مذهب محمد بن سیرین را، مذهب اسحاق ابن راهوی را، حتی امام بخاری رحمه الله را صاحب مذهب بعضی از علما میگن، بعضی شافعی و غیره میگن. سبحان الله. این مذهب ها کی به وجود آمد؟ زمانی که پیامبر گفتن بهترین وقت قرن اول، زمان صحابه، دومش زمان پیامبر و صحابه، دومش زمان تابعین، تبع تابعین، بهترین زمان همین زمان است. شما به همون زمان نظر بکنید. در همون زمان مذهب نبود مذهب. به نام یگان نفر از این علما مذهب نبود. از ابو حنیفه علماهای بزرگتر بود، استادهای ابو حنیفه. از این علماهای دیگر بزرگتر بودند، از تابعین و غیره. یگان مذهبی نبود. مذهب تاریخ پیدایشش از عصر 4 هست. از عصر 4 وقتی که بله این علما شاگردهای را تعلیم دادند، علماهایی که حرکت کردند، اجتهاد کردند و این چنین اجتهادهای علمی و اجتهادهای تدریسی کردند، شاگردهایشون منتشر شد و فکر و افکار اونها منتشر شد. بعد از این آهسته آهسته هر یک علما به خودش یک جمعیت به وجود آمد که این در عصر 4 به وجود آمد. همچون یک مذهب، کلمه مذهب و غیره، عصر 4 عصر 5 بعد زیاد شد و رفت. در عصر 3 یا قرن 3 مذهب گفتن کلمه وجود نداشت. سبحان الله. پس این دلالت میکند که کسانی میگویند که بی مذهبی گمراهی است، میگویند یا که اگر بگیم اولا بی مذهبی گمراهی است میگن، به این سخنشون تمامی 3 قرن رو، اولا قرن 3 اگر بگیریم تبع تابعین، قرن دوم تابعین، قرن اول صحابگان رو طعنه زدشون. در اون قرنهای طلایی در صدر اسلام، قرون المفضله، به نام مذهب اون چیزی نبود. یکم مسئله دوم، این جهلای میگن که از 4 مذهب بیرون شدن این اعوذ بالله بعضش میگه کفر است، میگه بی مذهبی میگه این کفر است، میگه گویا که مذهب یک اصل دین باشد. این جاهل نمیداند که غیر از این علما، غیر از این 4 صاحب مذهب، غیر از این 4 امام، با 10 دیگر امام ها هستند که میشود که از اونها پیروی کرد. اگرچه معلومات از اونها کمتر است، شاگردهاشون خدمت رو کمتر کردند و فکر و اندیشه ها
از مسائل فقهی کمتر است، خدمت به مذهب اونها کمتر شده است، لیکن بسیار مسائل ها حل می شود. دویون نقطه سوم و نقطه اساسی و ضروری، ما باید بدانیم که این مذاهب تقسیماتشون فقط در مسائل اجتهادی است، نه در مسائل عقیدوی و نه در مسائلی که حدیث صحیح ظاهر آمده باشد. خوب دقت بدید، این چهار مذهب از نظر عقیده یک مذهب هستند، بجز یک خطاگی اندکی که در باب ایمان ابو حنیفه داشتند که عمل را از ایمان نیست گفتند یا زیاد و کم نمیشه گفتند. غیر از همین در دیگر همه عقیده چهار مذهب یک مذهب هستند. ما در عقیده چهار مذهب را از هم دیگر جدا نمیکنیم. هر کسی بیاید و بگوید که چهار مذهب ابو حنیفه دیگر عقیده داشت 100% در اصول دین دیگر عقیده داشت بگوید، احمد ابن حنبل دیگر عقیده داشت بگوید، شافعی و مالکی دیگر عقیده داشت بگوید، این یک جاهله، یک گمراه بیش نیست. ابو حنیفه در مسئله اصول دین اعتقادشون انا همون به مانند اعتقاد احمد ابن حنبل، به مانند اعتقاد امام مالک، امام شافعی، هر چهار امام در مسئله عقیده یک عقیده، در خصوصا در مسئله اصول دین یک عقیده داشتن. در بالای لا اله الا الله، در بالای النفی و الاثبات، کفر بالطاغوت، ملت ابراهیم، در بالای توحید، در بالای تقسیمات توحید، ربوبیه، الوهیه، اسماء و صفات، در بالای الولاء و البراء، همشون یک عقیده داشتن. در باره اصول دین هیچ مشکلی در این بین مذاهب وجود نداره. امروز ما دعوتی که به سوی توحید میکنیم، صحبتایی که در باره توحید داریم، قسم با الله هم ما شاگرد ابو حنیفه رحمه الله هستیم، هم شاگرد مالک ابن انس امام دار الهجره هستیم، هم شاگرد محمد ابن ادریس شافعی هستیم، هم شاگرد احمد ابن حنبل هستیم و هم شاگرد همه علمای تبع التابعین و تابعین و صحابه هستیم رضی الله عنهم. این عقیده اصل دین به اجماع از همه یک نمود ثابت شده است. ما وقتی که به سوی توحید دعوت میکنیم، بعضی از جهلا از بنام علما اصول التواغیت یا که بنام از جهلای طالب علم برآمده میگن که مذهب ابو حنیفه این خیلی نیست. مذهب ابو حنیفه چگونه مذهب است؟ کنی برام بگو عقیده مذهب ابو حنیفه رو. ما کتاب‌های ابو حنیفه رو به تو ذکر بکنیم. از صدر اسلام، از علمای حنفی، از محمد یعقوب ابن ابراهیم، ابو یوسف بیخبرید، محمد ابن الحسن الشیبانی بیخبرید، از دیگر از علمای حنفی که خیلی در اثبات اصول دین کتاب‌ها نوشتند و در سختگیری، قبر پرستی و کفر شرک، همه اون نواقضایی که است شما بیخبرید. امروز اینها میگن که عقیده شما دیگر عقیده است، مذهب ابو حنیفه. نه، عقیده شما دیگر عقیده است. شما به نام مذهب ابو حنیفه یک چیزی دیگری رو ساختید، برای سلطان ها، برای پیشواهایتان شده، برای طاغوت ها شده چیزی رو ساختید که خودی ابو حنیفه اون رو انکار میکنند. مذهب ابو حنیفه انکار میکنه. اما این مذهب ها برای چی؟ از کدام جهت از همدیگر جدا هستند؟ مذهب ابو حنیفه با دیگر مذهب ها یا هر یک مذهب از دیگرش در کدام مسائل با همدیگر اختلاف دارد؟ یکم نقطه، در مسئله اصول دین مذهب ها از همدیگر اختلاف ندارند. در مسئله واجبات دین، مثلا گناه های کبیره یا که حرام بودن محرمات، حلال بودن حلال ها، اختلاف ندارند در اصول این واجبات. البته در فروعات بعض جزئیات هست، لیکن حرام بودن زنا، حرام بودن ربا، حرام بودن قمار، حرام بودن دزدی، حرام بودن کشتار و قتل و کشتار ناحق، همه این مذهب یک مذهب است. یگان فرقیتی ندارد. این مذهب ها فقط اختلافشون 4 مذهب نه، غیر از این 4 مذهب دیگر مذهب ها است. یا مذهب اهل سنت 10 مذهب، 11 مذهب، یا بعد از عصر سلف مذهبی ظاهری هم به وجود آمد، محمد بن حزم ظاهری. این مذهب ها از همدیگر فرقیتشون، اختلافی که در بین همدیگر دارند در مسائل اصل دین هم نیست، در مسائل واجبات هم نیست، در مسائل فروعات اجتهادی مستحب و اجتهاد، یا مسائل هایی که در قرآن و سنت آشکار و واضح بیان نشد
این علما آمدن در بالایش اجتهاد کردند. یگان نفر از این علما اختلاف نکرد که فرضهای طهارت چخیل است، عددش اگر زیاد و کم شده باشد هم، لیکن همون چیزی که در قرآن و سنت آمد همون فرض گفتن. در قرآن آمد فرضش گفتن. هیچ نفر نگفتن که راست ایستادن در نماز این فرض نیست یا رکوع کردن فرض نیست، نگفتن، برای که در قرآن و در سنت پیامبر آمده است. همشون یک گپ گفتن. در مسائل اصولی، در مسائل بزرگ، در مسائلی که در قرآن و سنت آشکار هست هیچ اختلاف نکردن. اختلاف اینها در مسائل اجتهادی بود، اجتهادی که در قرآن و سنت ظاهر ذکر نشد و این باقی ندارد. این مسائل باقی ندارد و علما اجتهاد میکنند. تا امروز علما اجتهاد میکنند. یک نفر از یک حدیث یک معنی رو میگرد، دیگر نفر دیگر معنی رو، یا اون مسائلی که از اصل دین نیست، در مسئله اصول دین نیست، در مسئله واجبات نیست، در قرآن و سنت صریح نیست. هر یک مدرسه به همون علمایش پیروی کرد. در این مسئله هیچ کس نمیگوید که پیروی از فلان کس نکن گمراه میشی، نمیگه. این مسئله میگه مسئله اجتهادی است. بله اجتهاد است، اجتهاد فلان علما درست است، اجتهاد فلان علما خطا است. خطا گفتن در مسئله اجتهادی معناش نیست که فلان عالم گمراه است، زیرا که پیامبر گفتند اذا اجتهد المجتهد فاصاب فله اجران فاذا اجتهد المجتهد فاخطا فله اجر واحد. اگر یک عالم اجتهاد نماید و در همون اجتهاد حرکتش، یعنی یک مسئله در قرآن آشکار ذکر نشد، یک مسئله در سنت آشکار ذکر نشد، صحابگان آشکار بیان نکردند، مسئله نو به وجود آمده است، عالم اجتهاد کرد و یک سخن رو گفت، اگر همین سخنش درست بیاید، موافق قرآن و سنت بیاید، این انسان دو اجر میگیرد. یک اجرش اجتهاد کرد، حرکت کرد، اجری دوم ثواب، درست سخنش درست برآمد، دو ثواب گرفت. اگر حرکت کرد و خطا کرد یک اجر میگیرد، خطا کرد هم اجر میگیرد. برای که این در اصل دین خطا نکرد، این در واجبات خطا نکرد، این در یک مسائلی که در قرآن و سنت آشکار ظاهر نشد خطا کرد، حرکتی کرده اش به اجر میگیرد، زیرا که خطایی کرده اش اسلام را دیگر نمی کند. این نگفت که الله در بالا نیست، نگفت 100 آیت قرآن زیر پا نکرد. این نگفت که جهل عذر است، شرک هم اسلام است، مشرک هم مسلمان است، نگفت، زیرا که این در اصل دین مشکلی است. این نگفت که کلام الله مخلوق است، این نگفت که حکم کردن به حکم غیر الله هیچ باکی ندارد، نگفت، زیرا که هر کسی که این سخنها رو بگه این کافر میشود. این مسئله اصول دین است. این در مسائل کوچک، در مسئله چخیل مغز کشیدن، آیا گردن به سر داخل می شود یا نه، آیا چشم و بینی از روی هست یا نه، این همچنین مسائل ها. در وقت دست را شستن انسان باید به درون انگشت ها یا قوت های انگشت ها زیر ناخن ها را باید آب رساند یا نه، در وقت استنجا چگونه باید استنجا بکند و غیره. این مسائل های خیلی کوچک است که در این مسئله اختلاف هست، باقی ندارد. بله در این مسئله حق یک است، هر طور مذهب حق نیست، حق یک است، لیکن اگر خطا کنند هم ثواب میگیرند، اگر کسی به دیگر مذهب باشد هم باقی ندارد. این مسئله کوچک است. انا در همین مسائل مذهب ها به وجود آمدند و باز این 4 مذهب از الله ترسیدند و گفتند که ای شاگردها، ابو حنیفه به یعقوب ابن ابراهیم گفت که ای یعقوب ابن ابراهیم، من امروز سخنها رو زیاد گفته شدم، هر یک چیزی که من میگویم ننویس، ولا تكتب كل ما اقول، نحن بشر نقول یوما و نرجع یوم. بشر هستیم، یک روز میگیم، یک روز از سخنمون میگردیم، برای هر یک چیزی من گفتگی رو ننویس. ابو حنیفه گفتند که من حاضر به من حدیث همه حدیث به پیامبر به حدیث های پیامبر به ابو حنیفه نرسیده بود، زیرا که در زمان ابو حنیفه کتاب های حدیثی نوشته حالا نشده بود. زبان ابو حنیفه عین زمان فتنه بود که بسیاری از انسان ها از زبان پیامبر، از نام پیامبر دروغ میگفتند، به پیامبر دروغ رو نسبت میدادند. این امام البخاری، امام مسلم، ابو داود و ترمذی، نسائی، ابن ماجه و غیر از علما بعد از ابو حنیفه آمدند. علم حدیث بعد از ابو حنیفه واضح‌تر و مشهورتر و خیلی دقیق‌تر شد. برای بسیار مسائل به ابو حنیفه رحمه الله حدیث رسید، هزارها حدیث رسید، لیکن هزارهای دیگر نرسید. در بعض مسائل حدیث نرسید، اجتهاد کردند، لیکن گفتند که ای مسلمان ها،
اذا صح الحديث فهو مذهبی. اگر یک حدیث رو دیدید که صحیح باشد انمون مذهبی من است. ابو حنیفه شما فکر نکنید که مثل علماهای امروزه یک اعوذ بالله خائن بودن. نه نه نه، والله ابو حنیفه یکی از بزرگترین علما برای رسانیدن حق بودند. ابو حنیفه را فکر نکنید که به خاطر جاه، به خاطر منصب، به خاطر کرسی دروغ میگفتند و حرکت کرده کرسی به میرفتند. نه، ابو حنیفه را مجبور کردند که قاضی نصف دنیا شد. در زمان ابو حنیفه از همه زمان قوی ترین دولت بود. اموی ها تا نصف دنیا را حکمرانی میکردند. ابو حنیفه را گفتند که تو در بالای مسلمان ها قاضی همه مسلمان ها میشی، دومین آدم بعد از پادشاه، بعد از خلیفه دومین آدم بزرگترین. ابو حنیفه را دعوت کردند. ابو حنیفه راضی نشدند. برای چی؟ برای که گفتند که تو ای پادشاه مخالفت به قرآن و سنت داری، تو کمبودی داری، من هرگز به پهلوی تو ایستاده من اینجا طرفدار تو نمیشم. ابو حنیفه را زدن راضی نشد، کشتند. بالاخره مرگ ابو حنیفه از درون ترمه برآمد، با زنجیرها میبستند. بالاخره ابو حنیفه را شهید کردند و قتل رسانیدند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه درباری نشد. حالا که اگر ابو حنیفه راضی میشدند هم یگان فتوای بعد، یگان فتوای کفری و شرکی نبود. هرگز ابو حنیفه را به امروزه علماهایی که خودشان را پیروی مذهب ابو حنیفه میگیرند و میگن که ابو حنیفه میگیرند، شما فکر نکنید که ابو حنیفه به مانند اینها بودند. والله اگر خیلی احتیاط باشید. قسم به الله ابو حنیفه بروی این چنین پیروانشون هزارها بار توف میکنند. ابو حنیفه گفتند که مقصد من این نیست که شما هر یک گفته این مرا پیروی کنید. مقصدی من این است که هر چیزی که سنت پیامبر آمد، صحیح آمد، همونه بگیرید. اگر یک روز دیدید که سخنی من موافق سخنی رسول الله مخالف آمد، سخنی مرا به دیوار زنید. سخن پیامبر رو بگیرید. ابو حنیفه مسلمان و مؤمن و ایمان بودند. هیچ وقت نگفتند که وقتی که سخن من مخالف به سخن پیامبر آمد سخن من رو گیرید. گفتند. در کجا گفتند ابو حنیفه؟ در کجا گفتند؟ ابو حنیفه در کجا گفتند که پیروی 100% من کنید، به من پیروی کردن واجب است؟ کنی ای کسایی که مذهب ابو حنیفه به پیروی شدن واجب است در تاجیکستان میگید؟ در کجا است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم سخنهایشون را ابو حنیفه مگر نمیدونستند؟ ابو حنیفه مگر نگفتند که پیروی از رسول الله بکنید؟ اشهد ان محمد رسول الله را ابو حنیفه چی گفتند؟ ای جهلا، از ابو حنیفه شما یک دیگر پیامبری نو نتراشید. ابو حنیفه رو معصوم نگویید. ابو حنیفه میگفتند که ما بشر هستیم، خطا میکنیم. ابو حنیفه خطا کردند. شاگرد ابو حنیفه محمد ابن الحسن الشیبانی یک کتاب نوشته است بر علیه استادش ابو حنیفه، خطاگی های ابو حنیفه. پیروی از ابو حنیفه واجب است. میگه تو در کجا میگی پیروی؟ یگانه پیروی که فرض است واجب است این از پیامبر است. دیگر از هیچ کسی پیروی کردن فرض واجب نیست. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. مگر ابو بکر صدیق از امام اعظم بزرگ نبود؟ مگر عمر الفاروق از ابو حنیفه بزرگ نبودند؟ چرا اونها را صاحب مذهب نگرفتید و اومدید اینها رو میگید؟ چرا پیروی کردن از ابو بکر نبود است و پیروی کردن از امام ابو حنیفه واجب بود است؟ چرا از پیامبر شما پیروی نمیکنید؟ این است گمراهی شما ساختید، بافتید. ابو حنیفه چیزی نگفته رو خودتون ساختید، بافتید. علمای حنفی به مانند زیلعی که نصب الرای علی احادیث الروایه گفتنی یک کتاب حدیث را نوشته است. این یکی از علمای محقق مذهب حنفی است. تمام جاهای حدیث های ضعیف مذهب حنفی رو، تمام اعتقادهای مشکلی که حنفی ها ساختن همیشه رد میکند. مرا نظر بکید، ابو حنفی است زیلعی، لیکن علمای حقیقی حنفی رو شما نمیشناسید. بالاخره این مذهب ها در اصل دین نیست، اما آمدند دشمنان دین
بین مسلمان ها تفریقه را به واسطه مذاهب ایجاد کردند. تفریقه را ایجاد کردند و از نام مذهب دروغ ها را بافتند. گویا که مذهب ابو حنیفه دیگر عقیده داشته است و گویا که مذهب احمد ابن حنبل دیگر عقیده داشته است و گویا که مذهب مالکی و شافعی دیگر باشد و 4 مذهب 4 عقیده داشته است و این مذهب ها را بین هم دیگر اختلاف انداختند و جهلا را گذاشتند، تعصب در مذهب را به وجود آوردند، تقلید کورکورانه را به وجود آوردند، مذهب بازی را به وجود آوردند و منهج اساسی، مراد اساسی، مقصد از مقاصد اساسی شریعت را نابود کردنی شدند که این واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا بود. چنگ بزنید همه شما ای مسلمان ها یک دسته بجمعتون، همه یک جایه چنگ بزنید، یک جا باشید، اختلاف نکنید، تفریقه نکنید، به کجا چنگ بزنید؟ به مذهب نگفت الله، به قرآن و به سنت. حبل الله. عبدالله بن مسعود میگه که عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگه که حبل الله القرآن و السنه. به حبل الله، به قرآن و سنت، به فهم صحابگان، به فهم همین علما شاگردان رسول الله چنگ بزنید. مگر ابوبکر و عمر، عثمان، علی، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالرحمن بن عوف، طلحه و زبیر و دیگر صدها صحابه دیگر رضی الله عنهم، اینها مگر عالم نبودند در بالای قرآن؟ مگر همونها قرآن را عمل نکردند در حیات پیامبر؟ چرا به اونها چنگ نمیزنید ای جهلا؟ مذهب حنفی میگه در تاجیکستان بخصوص وقتی که میروی میگوی که کدام کتاب حنفی رو میخونی شما رو به یک کتاب مختصر، به شعر ادبیات و بالاخره شما رو به مذهب غلات صوفی و رافضه یا که به اشعری و ماتریدی میبرد. اکنون فهمیدید که مذهب، پیروی کردن از مذهب فرض نیست، واجب نیست. پیروی کردن از مذهب سه طایفه از انسان ها هستند در پیروی کردن. یک طایفه از انسان ها علما، بزرگان، مجتهدین هستند که اینها به مذاهب پیروی نمیکنند، علما رو سخنشون نمیگیرند، خودشون مجتهدین هستند. نفر دوم از طبقه انسان ها هستند که اینها مجتهد نیستند اما اینها اهل اتباع هستند، مقلد نه، اتباع یعنی پیروی میکنند به سخنهای علما اما حجت اونها رو نظر میکنند. خیلی که ابو حنیفه گفت رحمه الله که لا يحل لأحد ان يفتي او يفتي بقولي ولا يعرف من اين اخذت. به یگان نفر حلال نیست که به سخن من فتوا بدهد در حالتی که نمیداند که من این را از کجا گرفتم. یا گفتند که تا زمانی که ندانستید که من از کجا سخن میکنم، دلیل من رو نفهمیدید، شما از نام من فتوا ندید، حرام است. من کردم. یعنی طبقه دوم انسان های هستند که اینها طالب علم هستند، اینها میدانند، حدیث ها را میشناسند، ضعیف و صحیح و این قاعده و اصول و غیر را میدانند، اینها اهل اتباع هستند. اینها هم پیروی 4 مذهب نمیکنند، اگر خواهند همه سخن های علما رو نظر میکنند، دلیل ها رو نظر میکنند. برای اینها هم پیرو شدن به یک مذهب معین، تعصب کردن در بالای مذهب معین حرام است. طبقه سوم انسان های عامه هستند که اینها نه عالم هستند، نه طالب علم هستند، نه نظر به دلیل کرده میتوانند. اینها در مسائل اختلاف یکی از مذهب رو اگر گرفتند، پیروی کردند، تقلید کردند، بوک ندارد. تقلید یعنی قبول قول الغیر بلا حجه، عمل بقول الغیر بلا حجه، اخذ بقول الغیر بلا حجه، اللزوم المكلف في حكم شرعي بمذهب غير بلا معرفة دليل و غیر تعریفات زیاد است. یعنی بدون فهمیدن حجت همون انسان به او پیروی میکنند، به خاطر اینکه انسان های عامه هستند، دلیل و اینو رو نمیفهمند. تا زمانی که برایشون یگان دلیل نرسید، حجت نرسید، اینها به همون مذهب پیروی میکنند. اما برایشون وقتی که دلیل گفته شد،
و به اینها فهمانده شد که ای برادر تو خطا میکنی در همین مسئله، در نمودی وضو کردنت یا که در نمودی نماز خواندنت کمبودی هست. من این حدیث پیامبر است به تو، در این حالت حتما باید به حدیث بازگردند. اگر تعصب کنند در تقلید این گمراهی است و بگویند که نه من پیروی از این مذهب میکنم، از این مذهب برآمدن گمراهی است، بگوید این خودش گمراه شده است. تعصب میگن. تعصب یعنی ندیده و ندانسته و نفهمیده یک مذهب را چنان دربارش غلو میکند، فقط سخن همین حق میگد. وقتی که برایش حدیث پیامبر گفته میشود انکار میکرد. تعصب کورکورانه کرده گمراه شد. تعصب شما باید در بالای قرآن و سنت به فهم سلفین اومد باشد. یعنی شما همیشه همین منهجتون باشد که قرآن سنت فهم سلف، دیگر باقی مانده چیز. وقتی که موافقت به پیامبر کرد قبول است، وقتی که مخالفت کرد مردود است. چخیلی که امام المالک رحمه الله در الهجره، امام در الهجره گفتن که كل قول يؤخذ ويرد الا صاحب هذا القبر. همه سخنها قبول کرده می شود و رد کرده می شود. سخنی هر کسی نباشد قبول می شود وقتی که موافقت به پیامبر کرد، رد کرده می شود وقتی که مخالفت به رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. بجز سخن پیامبر. سخن پیامبر یگان کس یگان وقت یگان حالت حق ندارد که قبول کند یا رد بکند. همیشه سمعا و طاعتا شنیدیم و اطاعت میکنیم. این سخن به مذهب نه، به پیامبر گفته میشد. سمعنا و اطعنا به پیامبر گفته میشد. باقی مانده دیگر سخنها وقتی که موافقت به پیامبر کرد، حتی سخنهای صحابگان موافقت به پیامبر کرد قبول است، مخالف شد قبول نیست. چه که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب رفع الملام عن ائمه الاعلام میگن که همه این امت بعد از رسول الله صلی الله علیه و خطا کردند. از ابوبکر صدیق شروع میکنن که ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطا کرد و عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی الله عنه خطا کرد. یک کمپیره گفت خطا کردی در مسئله میراث. عمر گفتن اخطا عمر و اصاب عجوز. عمر خطا کرد اما این پیرزن درست گفت. ببینید برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن كل بني آدم خطان و خیر الخطائین التوابون. همه فرزند آدم خطاکار است و بهترین خطا کننده این توبه کننده است. بالاخره از همین جهت بارک الله فیکم پیروی کردن از مذهب واجب نیست. تقلید نمودن به یک مذهب معین فرض یا واجب نیست. این سخنی احمقانه و اهل بدعت و ضلالت است. بلکه انسان عامه در مسئله اصول دین، البته که هر چور مذهب یک مذهب است، اما در مسئله فروعات اگر نفهمیده فقط یک مذهب فهمیده باشد به همون میرود. اما وقتی که به او قرآن و سنت حدیث رسید در مسئله نماز، در مسئله روزه، در مسئله حج و غیر بعضی از احکام حتما سنت پیامبر باید پیش بگیرد. زیرا که امام اعظم این محمد صلی الله علیه و سلم هستند، امام بزرگترین، امام مسلمان ها، پیامبر مسلمان ها، رسول الله صلی الله علیه و سلم. زیرا که تو وقتی که شهادت دادی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفتی، اشهد ان مذهبی نگفتی، اشهد ان محمد رسول الله گفتی. معنی چی معنی دارد؟ شهادت میدم که محمد رسول الله چی معنی دارد؟ طاعته فيما امر، باید اطاعت کنی در همه امرهایی که او تو را کرد، و تصدیقه فيما اخبر، و تصدیق نمایی همه او خبرهایی که به تو داد، و اجتناب فيما نهى عنه و زجر، و اجتناب بکنی از همه آن چیزهایی که تو را نهی کرد و زجر کرد. و الا يعبد الله الا بما شرع، و الله را فقط براه سنت نشان داده رسول الله عبادت بکنی. از پیش خودت چیزا را از مذهبت نسازی، فقط به نشان دادی رسول الله، نه به نشان دادی چهار مذهب، به نشان دادی رسول الله. نشان دادی چهار مذهب موافقت به رسول الله کرد، اهلا و سهلا، نورون علی نور. مخالفت کرد قبول نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید سبحان الله سبحان الله، ابو اسماعیل الهروی رحمه الله یکی از علمای متقدمین نقل میکنن که المزنی با امام شافعی، مزنی روایت میکند که امام مالک یک روز پرسیده شدند که سئل مالک عن التوحید. امام مالک ابن انس رحمه الله از توحید پرسیده شدند.
امام مالی گفتند که با یگان نفر از شما فکر نکنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم توحید را بیان نکرده است، این کفر است. بلکه ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم توحید را بیان کردند. برای چی؟ برای که همه زندگی توحید بود. پیامبر کمترین چیز رو، استنجا کردن رو، همین حاجت خانه چخل میدروی، چخل میشینی، چخل پشت پیشت پاک میکنی، توزه میکنی و چخل میبروی، همین تعلیم دادن. نخود توحید اصل دین تعلیم نداده باشند به تو. در قرآن درباره مورچه سخن است، درباره خر سخن است، درباره دیگر چیزها سخن است. نخود درباره توحید سخن آشکار واضح نباشد. هست لیکن علماء اصول نفهمیدند. این سخن رو برای چی میگه؟ برای که در مسئله اصل دین تقلید وجود ندارد. البته علما اختلاف کردند. قول راجح اهل سنت و الجماعه انا همین است که قرآن خودش این حجت در اصل دین است، سنت حجت در اصل دین است، حیات رسول الله این همش اصل بیان کننده اصل دین است. تقلید درست نیست، باید نظر بکنی. پیش از قرآن و سنت الله از تو میثاق گرفت، به تو فطرت داد، به تو عقل داد. همین استفاده ببر. تقلید در مسائلی که مسائل اصل دین نباشد، اعتقادی نباشد، در مسائل جزئی باشد، اختلافی باشد، اجتهادی باشد، یا در مسئله چگونه نماز خواندن روزه داشتن باشد، خیر از سبب اینکه عالم نبودی، طالب علم نبودی باکی ندارد. عالم طالب علم بودی گناهکار هستی، اما تعصب کردی گمراه هستی. تعصب که کردی همین آدم عادی هم گمراه هستی. به تو وقتی که قرآن و سنت رسید قبول کن. اما امروز علماهای درباری میگن که مذهب ابو حنیفه رو ترک نکنید، مذهب ابو حنیفه رو پیرو شدن واجب است. چرا؟ برای چی میخوان که شما از مذهب ابو حنیفه بیرون نشید؟ برای که آنها به نام مذهب ابو حنیفه یک مذهب طاغوت پرستی، یک مذهب غلامی، یک مذهب شرکی رو خودشون به سرداری، به ریاست و به جانبداری سیاست و مبلغ و کمک انامین حاضر طاغوت تاجیکستان پیشوایشون ساختند. اینها ساختند، همین در مدت 30 سال یک مذهبی نو ساختند، نامش مذهب ابو حنیفه است. اما در درونش چی است؟ در درون مذهب اینها چی است؟ همین روز علمایی که حنفی میگن. از یک جهت ریش میگن. مذهب ابو حنیفه در باب ریش میگه که تراشیدن ریش، پست کردن ریش گناهی کبیر است. در مذهب اینها چی است؟ ریش باید گیرید، ترتیب بدارید میگه. ریش ترتیب بدارید میگه. حاجی میرزا در آخرین صحبتش در یک توی کرده است، ترتیب رو در مسجد ترتیب میگه. و در مذهب ابو حنیفه رحمه الله باید مردم به نقاب گردند، افضل و بهتر. البته مذهب ابو حنیفه گفتن که اما اگر رویش یک شده گردیدن باکی ندارد، اما اصل نقاب است. گفتن مذهب ابو حنیفه نقاب این کار نکردن. اب مذهب ابو حنیفه امروز این علما اقلا حجاب برای پوشیدن دفاع نمیکنن که این مردم مسلمان تاجیک، زنهای مسلمه و پاکدامنی که در تاجیکستان هستند، این مسلمه ها، این مادر و خواهرای ما، حجاب پوشیدنشان به مشکلی است. کشمکش ها وجود دارد. برای چی؟ برای که پیشواشون گفت حجاب مال بیگانه است. اینها خیلی گفتن که درست میگید. انامین مذهبی ابو حنیفه است. خاک به سرها روسیاها روز قیامت ابو حنیفه یکفرون بشرککم، به این شرکی که در حق ابو حنیفه کردید، به این کفری که از نام ابو حنیفه نقل میکنید، به شما کفر نه توف بر رویتون میکنه. روسیاها شما همراهی هم پیشواتون میخیزید. مذهب ابو حنیفه مگر حکم کردن به حکم غیر الله بود؟ مذهب ابو حنیفه مگر جانبداری از ظلم و ستم بود؟ مذهب ابو حنیفه از 4 مذهب در همین مسئله اختلاف میکنن. مذهب ابو حنیفه میگه که هر جایی که ظلم است، وقتی که میگه یک پادشاه مسلمانی که 100% به قرآن و سنت حکم میکند، یک خلیفه، یک امیر المؤمنین مسلمان، وقتی که میگه ظلم کرد، تو میگه به او یا که به او قیام کردن، به او خیستن
خروج کردن جایز است یا ضرور است میگه. از درون 4 مذهب یگانه مذهبی که برای نابود کردن ظلم خیستن رو ضرور میدونند مذهب ابو حنیفه است. برای همین علمای سلف به ابو حنیفه خیلی در این مسئله رد زدند. خود ابو حنیفه به همون اموی‌هایی که در زمانشون بود به خاطر همین ظلم یک چند مرتبه سخنهای قیامی زده بودند، فتوای قیام میدادند و دیگر علما ابو حنیفه رو رد زده بودند. حالا که ظلمی که در زمان ابو حنیفه بود اون ظلم یک ظلم یک مورچه به مانند امروزه ظلم ها اگر امروزه ظلم ها رو ما یک کوه بگوییم، ظلمی که در زمان ابو حنیفه بود یک مورچه در بالای کوه بود. امروزه ظلمی که وجود دارد در بالای ما مسلمان های تاجیک، مرد و زن، این ظلم چقدر ظلمی بزرگ است. از همه جانب، از جانب اقتصادی ظلم، از جانب نفس کشیدن ظلم، از جانب حق حقوق ظلم، از جانب احترام آداب اخلاق ظلم، از جانب طعنه دشمنی ظلم، از جانب اینچنین دینداری ظلم. تاجیک نه در وطن سرزمین خودش که 100 ساله ها زندگی کرده بود، اوچه و باباش زندگی کرده نمیتواند، در یگان جای دنیا آبرو ندارد. از دست همین ظلم نام تاجیکان نام های بدترین شده است. در روسیه یا چورکا، گاستربایتر یا در دیگر جاها اینها همه را تروریست گفتن که تروریست و اینو. سبحان الله. حالا که ظلم یکی از چیزهایی است که الله سبحانه و تعالی خیلی هم بد میبیند و خودش بیان کرد در حدیث قدسی آمده است که یا عبادی انی حرمت الظلم فجعلته محرما بینکم فلا تظالموا. ای بنده های من ظلم حرام کردم به نفس خودم و در بین شما هم حرام کردم. ظلم نکنید به هم دیگر، ظلم نکنید. مذهب ابو حنیفه اساس این مذهب ضد ظلم است. اساس مذهب ابو حنیفه ضد ظلم است. برای همین ضد ظلم وقتی که همون خلیفه زمانشون گفت که قاضی شاه، گفتم نمیشم تو ظالم هستی، تو به ایده از مردم ظلم میکنی. ابو حنیفه رو کشتن به خاطر اینکه ظالم رو ظالم گفت. حالا که زمان ابو حنیفه باور بکنید از این زمانی که این علمای طاغوت دارند هزارها بار بهتر و افضل تر بود. الله المستعان. این علما از نام ابو حنیفه چی ها میگن؟ دروغ، بهتان میسازند، ظلم را دین کردند. انکار ظلم در همه ادیان یک نمود است. همه پیامبران ضد ظلم هستند. چگونه که همه پیامبران ضد شرک هستند، اینچنین همه پیامبران ضد ظلم هستند. همه پیامبران ضد فحش هستند. امروز فحش نظر بکنید. علماهای طاغوت امروز شب و روز دارند رولیک ها را آماده میکنند. خوب یوتیوب را یاد گرفتند، بلاگری. اما صحبت های اینها نگرانیده شده است برای سرزنش کردن انا همون کسایی که حق رو میخواهند، از ظلم بیرون شدن رو میخواهند. همین بر ضد اونها. اگر اینها حقیقتا اسلام رو خواهند، حقیقتا آداب و اخلاق رو خواهند، مگر در تاجیکستان موضوع کم است برای آداب و اخلاق؟ بلاگرها رو آورده به سری مردم گذاشتند، همه مردم به اونها سجده کرده ایستاده است. یک بچه، یک جوان گمنامی آذربایجانی رافض آمد، هزارها تاجیک برآمده به او سجده میکنند. دخترها به نزدش صدها دختر به نام مسلمان رقص میکنند. چرا حاجی مرزا، چرا این عبدالرحیم قزاقانی، چرا بختری، چرا دوسیه دیگر طاغوت پرستو صحبت نمیکنند در این موضوع؟ در این بی ادبی، در این بیگانه پرست؟ مگر این بیگانه پرستی نیست؟ اما جوانهای حقی که آزادی میخواهند، ظلم را ظلم میگویند و میخواهند که این ملت مسلمان هم بالاخره از ظلم رها یابد و
اسلامش را آزادانه اجرا بکند، از حجاب پوشیش و نقاب پوشیش باشد، از ریش گذاشتنش باشد، از اعتقادش باشد، در همون سرزمینی که الله برای اونها جدا کرده بود، الله برای اونها داده بود، زندگی بکند و با حق حقوق دینی خود حکم الله را تطبیق بکند، نمیگذارد. ضد اونها صحبت میکرد. مگر در کوچه های دوشنبه فحش و فحشه نیست؟ مگر مذهب ابی حنیفه همین مذهب است؟ مگر مذهب ابی حنیفه اعوذ بالله کدام مذهبی که شما از نام ابی حنیفه ساختید همین مذهب است که فحش و فحشه جایز باشد، بیریشی باشد، هر سخنی کفری را جناب شما درست میگید گفته باشد، شما دروغ میگید، کذابانید، شما روز قیامت همراه همین پیشواتون میخیزید. من احب قوما حشر معهم، همینها را دوست داشتید، دعا کردید، خدمت کردید، همراه همینها حشر میشوید. بعد در همان روز وقتی که جلد شما، دست شما، روی پای شما بر علیه شما حجت آورد، صحبت کرد، بعد ناله فیغان شما در همون روز است. ای کاش ساکت می بودید، ای کاش سکوت می کردید، ای کاش مذهبی نوی را دروغ نمی بافتید. باز اینها میگن که انا همین مذهب به پیروی شدن فرض است. میگن مذهب ابی حنیفه به خودشون به نه، این مذهب اینا ساخته به باید پیروی بکنید. اعوذ بالله، اعوذ بالله. برای همین میگم که برادر عزیزم، تعصب در مذهب نکنید. فهمیده و نفهمیده دروغ و راست ابو حنیفه گفتن نگیره. شما ابو حنیفه را نمیشناسید. حالا یک چند نفر پیش از من صحبت کردن برآمد، ابو حنیفه میگه شما ضد ابو حنیفه میگه. میپرسن برادرها که نام ابو حنیفه چیست؟ نمیدونم. میگه تو نمیدونی صدقه ابو حنیفه شوی؟ تو یک مغزت فروخته شده، مغزت پر از شک و شبهات، تعلیم گرفته، سیستمی همون طاقت بسرت جا شده هستی، تو یک ساخته هستی، تو یک کوکل هستی در دست منو بخون میموری خونی. ابو حنیفه رحمه الله یک مرد صادق، یک مرد شجاع، یک مردی بود که نمیخواست که در دین الله نوآوری بکنه، بله خطاگی کرد، لیکن راه به ما فهمونید. گفت زمانی که حدیث دیدی قبول بکن، من نگیر. من عیناً این سخن رو امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل و دیگر علما گفتند. برای همین تعصب کردن در مذهب استفاده برده شریعت دیگر کردن، اینها همیشه گمراهی و ضلالت است. و این یک امروز طاغوت‌ها به همین واسطه مذهب کرسی خود را نگه می‌دارند. مذهب ابی حنیفه را نقاب میکشند، چیزی خواهند میاندازند و نقاب میکشند. الحمدلله که الله سبحانه و تعالی عقل داده و فهم داده و درک داده و امروز مردم حقیقت مسئله رو فهمیده شدند. و جنبسته صحبت ما همین است که یگان نفر از این چهار مذاهب نگفتند که به من تقلید کنید، یعنی سخن مرا بدون دلیل قبول کنید، نگفتند. و هیچ وقت به هیچ کس هم فرض نیست، به هیچ کس هم واجب نیست، به هیچ کس هم ضرور نیست که سخن این علما را بدون حجت قبول بکند. این گپا همش باطل است. فرض و واجب پیروی کردن از قرآن و سنت با فهم صحابگان است. سخن این چهار مذهب وقتی موافق به سخن قرآن و سنت، سخن الله و رسول الله و فهم صحابه راست آمد، قبول است. مخالف آمد، قبول نیست. با همین مسئله جنبست بشود. بارک الله فیکم. معذرت خواهی میکنم که خیلی طولانی شاید صحبت کرده باشیم، لیکن همین قدر کافی است.